سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیر مهدی هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران. به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. امروز اومدم یکی از تیپ تست‌های فصل فشار با عنوان اصل همفشاری در لوله‌های یو شکل رو به شما آموزش بدم. اگه میخواید این تیپ تست رو یاد بگیرید تا انتهای این ویدیو همراه من باشید و اگه دوست دارید ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا محض قرار گرفتن ویدیوهای بعدی شما اطلاع پیدا کنید. یه اصل خیلی مهم داریم و اون اینه که در یک مایع نقاط هم ارتفاع یا هم تراز فشارهای یکسانی داره که پرسش 5 کتاب گفته اینو تو علوم نهم یاد گرفتیم و به شکل ظرف بستگی نداره. فرض کنید یه لوله یوشک به شما دادن که قطب سطح مقطع دو طرف لوله با همدیگه متفاوته و درون این لوله دو مایع با چگالی‌های رو 1 و رو 2 در حال تعادلن. خب اول کاری که شما میکنید اینه که از آخرین سطح مشترکشون یه خط بکشید که این خط رو قبل کشیدن و نقاط A و B رو برام معلوم کرده و چون که نقاط A و B نقاط هم ارتفاعی درون یک مایع هستن پس فشارهای برابری هم داره، یعنی فشار نقطه A با فشار نقطه B برابره. فشار نقطه A ناشی از یه دونه فشار هواه و یه دونه فشار مایعی با چگالی رو 2 و ارتفاع H2 رو 2G H2. فشار نقطه B هم ناشی از یه دونه فشار هواه و یه دونه فشار ناشی از مایعی با چگالی رو 1 و ارتفاع H1 رو 1G H1. فشار هواها با هم دیگه برابر خط میخورن، G هم با هم دیگه یکسان خط میخورن. اون چیزی که باقی میمونه رو 2 H2 برابر است با رو 1 H1. اگه بیایم چگالیاشون و ارتفاعشون رو با هم دیگه مقایسه کنیم میفهمیم که طبیعتا مایعی که سنگین تره پایین تر قرار میگیره، پس چگالی بیشتری هم داره، یعنی مایع 1 چگالی بیشتری داره نسبت به مایع 2. و اگه بیایم ارتفاعشون رو مقایسه کنیم چون باید این دو طرف تساوی با هم دیگه برابر باشن، چون چگالی رو 1 بیشتر از چگالی رو 2 بود، نتیجه میگیریم که ارتفاع H1 باید کمتر از ارتفاع H2 باشه، یعنی H1 کمتر از H2 هستش که میبینیم که اینم برقراره. پس نتیجه میگیم که اگه یه سطح همتراز تشکیل دادی هر مایعی که ارتفاع کمتری داشت چگالی بیشتری داره. حالا بیایم فشار نقاط C و D رو با هم دیگه مقایسه کنیم، چون این دوتا مایع این دوتا نقطه درون یک مایع نیستن اما هم ارتفاعن، پس طبیعتا این دوتا فشارشون با هم دیگه برابر نیست. خب اینجا ما میتونیم دوتا چیز بگیم. یک، اینکه فشار در نقطه‌ای بیشتره که درون مایعی با چگالی کمتر قرار داشته باشه، یا میتونیم بگیم فشار در نقطه‌ای بیشتره که فاصلهش از سطح آزاد مایع بیشتر باشه، یعنی فشار نقطه C بیشتر از فشار نقطه D هستش. و همچنین بیایم فشار نقاط E و F رو با هم دیگه مقایسه کنیم. P E با P F. خب طبیعتا گفتیم فشار در نقطه بیشتره که درون مایعی با چگالی کمتر قرار داشته باشه که از همینجا نتیجه میگیم که P E بزرگتر از PF، یا میتونیم بگیم فشار در نقطه بیشتره که فاصلهش از سطح آزاد مایع بیشتر باشه که در هر دو صورت PE بزرگتر از PF. حالا مثلا میتونیم با عددم بیایم اینو حل کنیم. فرض کنیم مثلا فشار نقاط A و B 100 کیلوپاسکال بوده، خب PA مثلا بوده 100 کیلوپاسکال، پی بی هم مثلا بوده 100 کیلوپاسکالیه، چون دو تا با هم دیگه برابرن با 100 کیلوپاسکال. حالا میخوایم مثلا پی سی رو با پی دی رو مثلا به دست بیاریم. خب برای به دست آوردن پی سی ما یه دونه پی آ رو منهای این ارتفاعی که بالا میکنیم. مثلا ما مثلا 10 سانتی متر مییم بالا که مثلا فشار مثلا 30 پاسکال کم میشه، 30 کیلو پاسکال کم میشه. خب که میرسیم به فشار 70 کیلو پاسکال. حالا فشار دی رو بیایم به دست بیاریم،
میزنیم 100 منهای، چون که ارتفاع یکسانی داریم این بالا و چون که جی هم با هم دیگه برابره و اون چیزی که متغیره چگالی هستش، نتیجه میگیم که هر مایعی که چگالی بیشتری داشته باشه مقدار بیشتری از اون فشارش داره کم میشه، یعنی مقدار بیشتری داره از این 100 کیلو پاسکال کم میشه، یعنی مثلا اینجا 40 کیلو پاسکال کم میشه که میرسه به 60 کیلو پاسکال، یعنی فشار نقطه C 70 کیلو پاسکال، فشار نقطه D مثلا 60 کیلو پاسکاله. پس وقتی میریم بالا چون داره فشار کم میشه، هر مایعی که چگالی بیشتری داشته باشه مقدار فشار بیشتری ازش کم میشه. بیایم حالا یه پرسش دیگه مطرح کنیم که خیلی تو آزمایشی ها این روزا داره مطرح میشه. مقایسه اختلاف فشار نقاط C و D با اختلاف فشار نقاط E و F. این دوتا نقطه فشارشون، اختلاف فشارشون چجوریه؟ خب اینجا شما باید بدونید که هرچی از سطح همتراز به سطح آزاد نزدیکتر میشیم این اختلاف فشار بیشتر میشه. نگاه کنید الان، نگاه کنید زیر نقاط A و B مثلا من دو نقطه در نظر میگیرم، مثلا دو نقطه آپ بیم و بی پیم. خب این دوتا نقطه آپ پیم و بی پیم درون یک مایع هستن، ارتفاع یکسانی هم دارن و نتیجه میگیم که این دوتا نقطه اختلاف فشارشون صفره. میریم بالاتر مثلا این دوتا نقطه هم در نظر بگیریم، این دوتا نقطه هم اختلاف فشارشون صفره تا برسیم به نقاط A و B. نقاط A و B هم اختلاف فشارشون صفره، اما نقاط مثلا C و D اختلاف فشارشون صفر نیست، اختلاف فشارشون 10. یعنی وقتی از سطح مشترکشون داریم دور میشیم اختلاف فشار بیشتر شد. پس نتیجه میگیریم که اختلاف فشار بین نقاط E و F بیشتر از اختلاف فشار بین نقاط C و D هستش. پس چی شد؟ یه مرور کنیم سریع. ما گفتیم که پی A با پی B با هم دیگه برابره، پی C بیشتر از پی D هستش و پی E هم بیشتر از پی F هستش. چرا؟ چون این نقاط C و E درون مایعی با چگالی کمتر قرار داشتن، یا میتونیم بگیم نقاط C و D نسبت به نقاط D و F ارتفاع بیشتری داشتن با سطح آزاد مایع و یه دونه هم اختلاف فشار نقاط C و E بود با اختلاف فشار نقاط D و F که گفتیم که وقتی از سطح آزاد مشترک دوتا مایع دور میشیم، هرچی به سطح آزاد نزدیکتر بشیم اختلاف فشار بیشتره، یعنی نقاط اختلاف فشار D و F بیشتر از اختلاف فشار C و E هستش. سوال 1. در شکل زیر در درون لوله دو مایع مخلوط نشدنی قرار دارد. اگر فشار در نقاط نشان داده شده در درون مایع ها را با هم مقایسه کنیم کدام رابطه درست است؟ خب اولا چون نقاط C و D ارتفاع یکسانی دارن و درون یک مایع هستن، پس فشارهای برابری هم دارن، یعنی گزینه 1 و گزینه 2 حذف میشن. حالا گزینه 3 و 4، گزینه 3 گفته پی آ مساوی با پی بی، گزینه 4 گفته پی آ بزرگتر از پی بی. چون که نقاط A و B هم ارتفاع یکسانی دارن اما درون یک مایع نیستن، فشار در نقطه بیشتره که درون مایعی با چگالی کمتر، یا فشار در نقطه بیشتره که اختلاف ارتفاع بیشتری با سطح آزاد مایع داشته باشه، که از اینجا نتیجه میگیم که فشار نقطه A از فشار نقطه B بیشتره، یعنی گزینه 4. سوال 2. مطابق شکل زیر دو مایع مخلوط نشدنی در حال تعادل قرار دارند. کدام رابطه در مورد مقایسه بین فشار نقاط مختلف صحیح است؟ خب اگه بیام فشار نقطه C و با فشار نقطه D مقایسه کنم، نتیجه میگیرم که فشار نقطه D بزرگتر از فشار نقطه Cه، چون که نقطه D درون مایعی با چگالی کمتر قرار داره و همچنین میتونم بگم که اختلاف ارتفاع بیشتری داره با سطح آزاد مایع. پس میتونم بگم پی D بزرگتر از پی C هستش که همینجا گزینه 2 و گزینه 3 حذف میشن.
خب و اگه بیام فشار نقطه B با فشار نقطه A مقایسه کنم، چون که نقطه B درون مایعی با چگالی کمتر قرار داره پس فشار بیشتری داره، پس میتونم بگم پی B بزرگتر از پی A هستش. و همچنین میتونم بگم چون که اختلاف ارتفاع بیشتری داره با سطح آزاد مایع نقطه B، پس فشار بیشتری هم داره، که با این رابطه نمیتونم گزینه‌ای رو حذف کنم. پس گزینه 1 و 4 برامون میمونه، گزینه 1 با گزینه 4. تفاوت گزینه 1 با گزینه 4 در فشار نقاط B و C هستش. و الان بیان نقاط B و C فشارشون رو با هم دیگه مقایسه کنم. خب اول بیام یه سطح همتراز تشکیل بدم. این سطح همتراز رو 1 در نظر میگیرم، اینم 2 در نظر میگیرم. اولا که فشار نقطه 1 با فشار نقطه B با هم دیگه برابرن، با فشار نقطه 2 با هم دیگه برابرن. فشار نقطه 1 میشه رو 1 ضرب در H، فشار نقطه 2 میشه رو 2 ضرب در H منهای H چهارم چه 3 چهارم H، که از اینجا رو 1 به رو 2 به دست میاد 3 چهارم، که من میتونم مثلا رو 1 رو مثلا 3x در نظر بگیرم، رو 2 مثلا 4x در نظر بگیرم تا این نسبت حفظ شه. خب الان بیام به فشار نقطه B برسم. پی B برابر میشه با یه دونه فشار نقطه 1 منهای رو 1 بهش به جاش میزنم 3x ضرب در G ضرب در 2H پریم. فشار نقطه C هم میشه پی 2 منهای روی 2 که 4x در نظر میگیرم ضرب در G ضرب در H پریم، که از اینجا فشار نقطه B میشه پی 1 منهای 6x GH پریم و پی C هم میشه پی 2 منهای 4x GH پریم. خب از اینجا نتیجه میگیرم که فشار نقطه C بیشتر از فشار نقطه Bه، چون که داره از پی 2 داره مقدار کمتری داره ازش کم میشه، یعنی پی C مقدار بیشتری خواهد داشت که میشه گزینه 4. سوال 3. در شکل مقابل اندازه اختلاف فشار بین دو نقطه M و N برابر با 240 پاسکال است. حاصل پی A منهای پی B بر حسب پاسکال کدام گزینه میتواند باشد؟ خب اولا بیایم فشار نقاط N و M رو با هم دیگه مقایسه کنیم. چون که نقطه N درون مایعی با چگالی کمتر قرار داره و همچنین اختلاف ارتفاع بیشتری داره نسبت به سطح آزاد مایع، نتیجه میگیریم که پی N از پی M بزرگتره. پس باید بنویسیم پی N منهای پی M برابر با مثبت 240 پاسکال. خب بیایم فشار نقاط A و B رو با هم دیگه مقایسه کنیم. ما گفتیم که هرچی که به سطح آزاد مایع نزدیکتر میشیم این اختلاف فشار بیشتر میشه، یعنی اختلاف فشار بین نقاط B با A مقداری بیشتر از 240 پاسکال خواهد داشت، که اگه اون چیزی که سوال از ما میخواد پی A منهای پی هستش، باید دقت کنیم که باید این دو طرف نامعادله رو در یه منفی 1 ضرب کنیم که بشه پی A منهای پی B کوچکتر از منفی 240 پاسکال، که تنها گزینه که این شرایط رو داره گزینه 4 هستش. حالا 4. در لوله یو شکلزی دو مایع در حال تعادلند و پی A میشه پی B به علاوه 200 پاسکال. چگالی مایع دو چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ خب اولین کاری که میکنم اینه که بین دو سطح مشترک مایع 1 و 2 یعنی سطح هم ارتفاع یا هم تراز تشکیل میدم. اسم این نقطه رو میذارم نقطه 1، اسم این نقطه رو میذارم نقطه 2. فشار نقطه 1 با فشار نقطه 2 با هم دیگه برابرن و هر جفتشون فشارشون برابر با مثلا پی. حالا بریم سراغ فشار نقطه A. فشار نقطه A میشه فشار نقطه 1 که پی
منهای، چون که داره میریم بالا از فشار نقطه یک داره کم میشه، یعنی باید منها کنیم. اگه میرفتیم پایین باید به علاوه میکردیم. منهای چگالی مایع رو که میخوایم ضرب در ارتفاع 10 سانتی متر ضرب در 100. اگه تو سوالی چگالی رو بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب داده بود، ارتفاع هم بر حسب سانتی متر داده بود، شما به جای جی عدد 100 رو بذارید. اگه جی رو 10 داده بود عدد 100 رو بذارید و دیگه تبدیل واحد به اس آی دیگه نیاز نیست انجام بدید. و چگالیه و فشار نقطه بی هم میشه پی منهای چگالی مایع یک که 1 ضرب در ارتفاع 10 ضرب در 100. خب از اینجا از داده خود سوال استفاده میکنیم که پی ای برابر است با پی بی به علاوه 200 پاسکال. پی ای اون میشه پی منهای 1002، پی بیمون میشه پی منهای 1000 به علاوه 200 که از اینجا پی با پی ساده میشه، منفی 1000 به علاوه 200 میشه منفی 800 که رودمون به دست میاد 8 دهم گرم بر سانتی متر مکعب. چون که ما چگالی رو تو اینجاها در حسب گرم بر سانتی متر مکعب گذاشته بودیم، اون چیزی هم که به دست میاد در حسب گرم بر سانتی متر مکعبه، یعنی گزینه 1. حال 5 در شکل زی آب و روغن در حال تعادل هستند. اگر فشار در نقطه B برابر با 130 کیلو پاسکال باشد، فشار در نقطه A چند کیلو پاسکال است؟ خب و فشار هوامون هم داده 100 کیلو پاسکال. خب چون که فشار نقطه B مون 130 کیلو پاسکاله، 130 کیلو پاسکاله و چون که فشار در سطح آب و همچنین در سطح روغنمون هم 100 کیلو پاسکاله، چون که سطح آب و سطح روغن اون چیزی که بالاشونه فقط هواه و اون چیزی که فشار وارد میکنه فقط هواه، پس فشار هوا فقط داریم. اگه دقت کنید درون آب ما به اندازه x اومدیم پایین، 30 کیلو پاسکال به فشارمون اضافه شده. پس نتیجه میگیم که اگه به اندازه x تا دیگه بریم پایین، بازم 30 کیلو پاسکال به فشارمون اضافه میشه، یعنی فشار در این نقطه‌مون به دست میاد 160 کیلو پاسکال. چون که فشار در این نقطه، این دو نقطه که دارم براتون مشخص می‌کنم، یعنی این نقطه و این نقطه، چون که درون یک مایع قرار دارن و ارتفاع 1 ثانیه هم دارن، پس فشار این یکی نقطه‌مون هم به دست میاد 160 کیلو پاسکال. اگه دقت کنید درون روغن از اون سطح هم ارتفاعمون که فشار 160 کیلو پاسکاله به اندازه 3x رفتیم بالا، 60 کیلو پاسکال از فشارمون کم شده. یعنی اگه به اندازه x را بریم بالا، 20 از فشارمون کم میشه، یعنی فشار نقطه A به دست میاد 140، فشار نقطه B مون به دست میاد 120 و فشار در سطح روغنمون که همون فشار هوا میشه که میشه 100 کیلو پاسکال، که سوال از ما فشار نقطه A رو میخواد که به دست میاد 140 کیلو پاسکال. گزینه 3. سوال 6 مطابق شکل مقداری آب، روغن و جیوه درون لوله یو شکلی ریخته شده است که سطح مقطع آن در دو شاخه متفاوت است. دو سطح جیوه درون لوله در یک طرز قرار دارند و شاخه ها در حال تعادل هستند. چگالی روغن چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ خب اولین کاری که میکنم اینه که یه خط میکشم وسط همتراس تشکیل میدم، اسم این نقطه رو میذارم A، اسم این نقطه رو میذارم B. فشار نقطه A با فشار نقطه B با هم دیگه برابرن. فشار نقطه A حاصل از فشار هوا و یه دونه فشار آب که فشار هواها دو طرفشون هستن و ساده میشن و اون G مونم دیگه ننویسیم چون G هم از دو طرف ساده میشه. فشار نقطه A به دست میاد روی آب که 1 ضرب در 30 سانتی متر مساوی با فشار نقطه B که روی روغنمونه که میخوایم ضرب در 40 سانتی متر، که از اینجا روی روغنمون به دست میاد 30 چهلم یا 3 چهارم یا 75 صدم گرم بر سانتی متر مکعب. گزینه 2. سوال 7 با توجه به شکل زیر که 3 مایع مخلوط نشدنی داخل لوله‌ای به حال تعادل قرار دارند، دی چند سانتی متر است؟ اولین کاری که میکنم اینه که بیام یه سطح همتراس تشکیل بدم. خب اسم این نقطه میذارم نقطه A، اسم این نقطه میذارم نقطه B. فشار نقطه A با فشار نقطه B با هم دیگه برابره. فشار نقطه A میشه یه دونه فشار مایع 3 که چگالیش 3.6 ضرب در ارتفاع 4 سانتی متر به علاوه
یه دونه فشار مایع 1 که چگالیش 1.2 ارتفاعش هم 12 سانتی متره و فشار نقطه B هم به دست میاد چگالیش که 2.4 ضرب در ارتفاع. فقط حواستون باشه من گفتم ارتفاع نگفتم دی، این عددی که اینجا به دست میاد ارتفاع مونه. خب 3.4 ضرب در 4 3.6 ضرب در 4 میشه 14.14. 12 ضرب در 12 144 یه ممیز هم داره 14.14. اگه دو طرف معادله اونو به یه 2.4 ساده کنیم 14.4 میشه 6 14.4 میشه 6 که از اینجا ارتفاع اون به دست میاد 12 سانتی متر. خب چون اینجا زاویه 37 درجه است پس این زاویه که اینجا هسته 37 درجه است. در یه مثلث قائم الزاویه وقتی یکی از زاویه‌هامون 37 درجه هستش ضلع روبروی زاویه 37 درجه 3x میشه، ضلع مجاورش 4x میشه و وترش هم 5x میشه. الان 3x مون شده 12 پس اینجا x مون به دست میاد 4 سانتی متر پس 5x مون به دست میاد 20 سانتی متر یعنی گزینه 3. سوال 8 مطابق شکل زیست مایع مخلوط نشدنی در لوله یو شکل همگنی به قطر مقطع 1 سانتی متر در حال تعادل قرار گرفتند. اگر روی 1 برابر با 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب و روی 3 برابر با 2.2 گرم بر سانتی متر مکعب باشد جرم مایع با چگالی رو 2 چند گرم است؟ اولین کاری که میکنم اینه که بیام یه سطح هم ارتفاع تشکیل بدم یا هم تراز. خب اسم این نقطه میزنم نقطه A، اسم این نقطه میزنم نقطه B. فشار نقطه A با فشار نقطه B با هم دیگه برابرن. فشار نقطه A میشه فشار ناشی از مایع دو که چگالیش رو 2 ضرب در ارتفاعش کل ارتفاعمون 35 سانتی متره. وقتی 10 سانتی مترش اینجا رفته باشه اینجا به دست میاد 25 سانتی متر ضرب در 25 سانتی متر مساوی با فشار نقطه B که ناشی از یه مایع 3 هستش و یه مایع 1. خب فشار ناشی از مایع 3 چگالیش 2.2 ضرب در ارتفاعش کلش 20 سانتی متر 10 سانتی مترش اینجا رفته پس اینجا به دست میاد 10 سانتی متر ضرب در 10 به علاوه یه دونه فشار ناشی از مایع 1 که چگالیش 1.2 ارتفاعش هم 15 سانتی متره که از اینجا 2.2 ضرب در 2 میشه ضرب در 10 میشه 22 15 هم ضرب در 1.2 میشه 18 که از اینجا 25 رو 2 به دست میاد 40 رو 2 به دست میاد 40 25 یا 1.6. خب حالا میریم سراغ حجممون رو به دست میاریم که ضرب در چگالی میکنیم تا جرممون به دست میاد. حجممون نیاز به مساحت سطح مقطعمون داره. قطرمون داده 1 سانتی متر، شعاعمون میشه نیم سانتی متر، نیم ضرب در به توان 2 میشه 1/4 ضرب در پی اون میکنیم که 3 به دست میاد 3/4 سانتی متر مربع. ارتفاعمون هم که از اینجا به دست آوردیم 25 سانتی متر یعنی از اینجا 1.6 مساوی با جرممون به روی 3.4 سانتی متر مربع 3.4 سانتی متر مربع ضرب در ارتفاعمون که 25 سانتی متره 16 دهم ضرب در 3/4 ضرب در 25 میکنیم. خب 4 با 16 ساده میشه 4 25 هم با 10 ساده میشه 2 میشه 5 2 هم با 4 ساده میشه 2 2 3 تا 6 تا 6 5 تا 30 تا که اینجا جرممون به دست میاد 30 گرم گزینه 2 که این روش یکم روش سختیه و یه روش آسونتر هستش که در یه تیپ تست دیگه بهتون آموزش دادم در آموزش ریختن چند مایع روی یکدیگر که اونجا نیاز نیست بیایم این همه راه حل بنویسیم. اونجا میتونیم بنویسیم که فشار نقطه B رو به دست بیاریم. فشار نقطه B میشه فشار ناشی از مایع 3 که چگالیش 2.2 ضرب در ارتفاعش که 10 ضرب در 100 به علاوه فشار ناشی از مایع 1 که چگالیش 1.2 ضرب در ارتفاعش 15 ضرب در 100 که از اینجا این به دست میاد 2200. اینم به دست میاد
1800 که در مجموع میشه 4000 پاسکال. حالا چون که فشار نقطه B 4000 پاسکاله، فشار نقطه A هم 4000 پاسکاله و فشار نقطه A تنها چیزی که بهش فشار وارد میکنه بدون در نظر گرفتن فشار هوا فقط مایع 2 هستش. یعنی فشار ناشی از مایع 2 مون 4000 پاسکاله که از اینجا چون ظرف ما همگن استوانه‌ایه میتونیم از رابطه mg به روی a استفاده کنیم که m مون که میخوایمش ضرب در g مون که 10 تقسیم بر مساحتمون که مساحتمون 3/4 سانتی متر مربع ضرب بر 10 به توان -4 میکنیم متر مربع میشه که از اینجا m مون به دست میاد 30 گرم که برای یاد گرفتن کامل این تیپ تست میتونید به دیسکریپشن این ویدیو مراجعه کنید و لینکش اونجا براتون قرار میدم. سوال 9. در لوله یو شکل زی اختلاف فشار بین دو نقطه A و B برابر با P1 و اختلاف فشار بین نقاط C و D برابر با P2 هستش. نسبت P1 به P2 برابر با کدام گزینه است؟ همونجوری که تو درسنامه بهتون گفتم ما هرچی که از سطح مشترک دوتا مایع به سطح آزاد نزدیکتر میشیم این اختلاف فشار بین نقاط اون بیشتر میشه. یعنی اختلاف فشار بین نقاط C و D بیشتر از اختلاف فشار بین نقاط A و B هستش. پس این نسبتی که P1 به P2 ما کسری کوچکتر از 1 خواهد شد. یعنی از اینجا گزینه 2 و گزینه 3 حذف میشن. خب در مرحله دوم بیام سطح هم ارتفاع تشکیل بدم که اینجا نقطه 1 میذارم اسمشو، اینجا نقطه 2 میذارم که P1 با P2 با هم دیگه فشارشون برابره چون که ارتفاع یکسانی دارن و درون یک مایع هستن و هر جفتشون مثلا فشاری برابر با P دارن. خب الان بیام فشار نقطه B مون رو به دست بیارم. فشار نقطه B مون میشه فشار نقطه دومون که همون فشار P هستش منهای چون داریم این بالا منهای اون ارتفاعی که بالا رفتیم. ارتفاعی که بالا رفتیم 4 سانتی متر چگالیمون 1 ضرب در 100 که از اینجا B مون به دست میاد P منهای 4000 پاسکال. حالا بریم سراغ نقطه A. فشار نقطه A میشه فشار نقطه 1 مون که فشارش P بود منهای ارتفاعی که بالا رفتیم 4 سانتی متر چگالیمون 8 ضرب در 100 که از اینجا این به دست میاد P منهای 3200 پاسکال که اندازه اختلاف فشار بین نقاط A و B به دست میاد 800 پاسکال. حالا به این نقاط C و D. خب P مون به دست میاد P1 مون که همون فشارش P بود منهای 7 سانتی متر بالا رفتیم چگالیمون هم 8 ضرب در 100 که از اینجا به دست میاد P منهای 5600 و P D مون به دست میاد P منهای چند سانتی متر بالا رفتیم 7 سانتی متر ضرب در چگالیمون 1 ضرب در 100 در اینجا اینم به دست میاد P منهای 7000. خب که از اینجا اختلاف فشار اندازه اختلاف فشار بین نقاط C و D مونم به دست میاد 1400 پاسکال. الان سوال از ما نسبت اختلاف فشار A و B به نسبت اختلاف فشار C و D رو میخواد، یعنی 800 تقسیم بر 1400 که 2 0 با هم دیگه ساده میکنم 8 تقسیم بر 14 به 2 ساده میکنم میشه 4 هفتم گزینه 4. سوال 10. مطابق شکل زیری در درون لوله یو شکلی آب و جیوه به حالت تعادل قرار گرفتن H چند سانتی متر است؟ خب چون که چگالی جیوه از چگالی آب بیشتره طبیعتا این مایع آبی رنگمون جیوه هستش و این مایع سیاه رنگمون آبه. خب در مرحله دوم میام یه سطح همفشار تشکیل میدم. این نقطه میزنه اسمش نقطه A، این نقطه میزنه اسمش نقطه B. فشار ناشی از نقطه A با فشار ناشی از نقطه B برابره. فشار ناشی از نقطه A مون
یه دونه ناشی از فشار جیومونه که چگالیش 13.5 ضرب در ارتفاعش که اسمشو میذارم HP بیم و فشار ناشی از نقطه بیمون یعنی فشار آبه که چگالیمون 1 ارتفاعمونم 27 سانتی متره که از اینجا HP بیممون به دست میاد 2 سانتی متر و سوال از ما ارتفاع H رو میخواد. 27 منهای 2 سانتی متر میشه 25 سانتی متر. گزینه 3. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و تونسته باشم به شما کمک کنم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفا این ویدیو رو لایک کنید و اگه میخواد از ویدیوهای آموزش تیپ‌های مهم کنکور در درس فیزیک و ویدیوهای مشابه دیگر رو از دست ندید لطفا کانال مستر فیزیک رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم روی حالت آل قرار بدید تا به محض قرار گرفتن ویدیوهای بعدی شما اطلاع پیدا کنید.